4 تا از بچه‌های من اصلا هواپیما ندیده بودن. 5 تا از این بچه‌ها اصلا توپ چلتیکه ندیده بودن. 2 تاشون اصلا تهران ندیده بودن. 17 تاشون اصلا همدیگر رو ندیده بودن. من ولی باز خوب کار کردن، دستشون درد نکنه. چجوری آخه میشه اینقدر تو هم؟ خب یعنی از شرایطی که داشتید راضی هستید؟ حالا شما حالا از ما که خدا وکیل البته من قسم نمیخورم، ولی خدا وکیل به جان مادرم که این بچه ها از این قدر زحمت کشیده بودن، ولی خب با بضاعتمون همینه. همه اومدن تهران میگن ای تهران که میگن اینه. در اینکه شما همیشه با بی بضاعتی دعوامون این بوده، همیشه گفتیم که نقاط قوت شما هست. حالا در رابطه با داوری هم شما یه سری مشکلات داشتید، همیشه بگید که چطور. حالا من کسی نیستم در مورد داوری قضاوت کرده باشم. من قضاوت رو میسپرم به مردم و مردم خودشون قضاوت کرده باشن. خدا وکیل ولی به نظر من پنارت بود. این پنارت ناداوری، نه اینکه ناداوری کرده باشه، ناداوری نکرده، داور هم زحمت کشیده، دستش درد نکنه، ولی پنارت بود. خب ما در این رابطه تو هم کارشناس داوریمون تا دقیقه با خانم فدایی عزیز این راجع به بحث تهران و این تبعیضی که قائل میشه برای تیم‌های تهرانی و تیم‌های شما و نمیدونم شما راضی نبودید راضی بود که خیلی. البته من کی باشم که بخوام راضی باشم؟ شاعر میگه من که دارم در گدای گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. من تشکر کردم. گردون دون پرور کنم. بله، دستشونم درد نکنه آقای شاعر، ایشون هم خوب شاعری کرد. خیلی ممنون آقای فدایی عزیز. هم اجازه یکی از کارشناسان بین‌المللی فوتبال کشور ما آقای فدایی اگه امکان داره فقط افتخار داوری ما در سلام عرض میکنم. خسته نباشید. به بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که دعوت کردید و همچنین جامعه داوری تشکر میکنم، همچنین اون داورانی که اشتباه میکنن. من از اینجا میگم داوری که اشتباه میکنه جزء داوری کارش. و واقعا شما طرفدار داورا هستید یا که مخالفشون؟ من طرفدارشون هستم، همیشه اینا زحمت میکشن و اینکه وقتی اشتباه میکنن جزء کار داوریشون هستش. آیا اردوانی عزیز یه مقدار گله بود از نوع داوری که برای تیمشون گرفته بشه؟ حالا نمیدونم اگر صحبتی دارید با خود آیا. البته قادر جان، من باید خدمتتون عرض کنم شاعر آیه فدایی شاعر میگه که مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زهر بام برخاست مشکل نشیند. من خیلی تشکر میکنم. مرغ وحشی امتیاز برای شما در نظر گرفته شد. حالا شما دال بده. چون من میدونستم که استاد تشریف دارن من چند تا شعر آماده کرده بودم که اینجا خدمتشون بخونم. عدم برنامه خواهش میکنم، تشکر میکنم. شما باید الان دال بده. دال میگه که دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که ای نور چشم من به جز از کشته ندروی. به من خیلی خوب شاعری کردی، حالا براتون مجبورم دیگه شاعری کرده کنم. چند تا دارید رو کنه دیگه. خدا وکیل من نخواهد این جمچی خودنمایی کرده باشم، ولی برای شاعر میگه یک همدم با وفا ندیدم جز درد، یک مونس نامزد ندارم جز غم این بده. سالها دل طلب پنارته، این پنارته. شما سوختی پنارت کردی، حالا قضاوت رو بیزاریم. بله آیا این مشاهره رو باختی قبول دارید؟ من واقعا اگه اجازه بدید یه فرصت دیگه بدید به من که من جبران میکنم. دیگه اشتباه داوری نیست. راجع به شعر و شاعری ما اگه اشتباه بکنیم اصلا از پایه و قانونش اصلا وقت جور در میاد، یا که
نباید بگه با حس اومده بیرون. قادر جان من فکر میکنم باید واگذار کنیم به مردم قضاوت همیشه قضاوت درست کرد. من باز تبریک میگم به ایشون. ما به ایشون تبریک، ما به شعور مخاطب ارزش قائلیم. ولی یه چیزی من بگم، یه چیزی بگم که این شکست منو به پای جامعه داوری نذارن و جامعه داوری رو در مقابل جامعه مربیگری نذارن که این من تشکر میکنم. متشکرم. البته شما خوب مشاهره کردی، منم خوب مشاهره کردم دیگه. قضاوت رو میذاری به عهده مردم که بهترین قاضی. من هم البته قادر جان با یک برد ما نباید به خودمون قره بشیم. ما مسئولیتمون بیشتر میشه و اینجا ثابت میشه اون ضربه پنارت بود. خب این که شما نگفتی با یه شرمرایی که گفتید نگفتید امیدو چیکار کردید؟ اجازه من مثلی که باید برای شما همچین مثنوی 70 من بخونم تا متوجه بشه. وقتمون هم اجازه نمیده به ما. من شروع میکنم مثنوی 70 من رو همینجا براتون خونده کرده کنم که شما مثل این که اینجوری متوجه نمیشه. خب حالا من که با شما خیلی دوست دارم شعرهای شما رو یاد بگیرم، همین که پس شما باختید دیگه. من باختم ولی اون صحنه رو با این که ندیدم ایشون میگن خطا بوده، حتما خطا بوده. تشکر. لذت بردیم از این فضای هنری و شاعرانه. تا بحث بعدی در خواهی بود. خب من مثنوی رو شروع میکنم. من بشنو از نی چون حکایت کرده بوده. چرا عاقل کنن؟